با یه ماه داریم میریم دنبال یه سری کارا تو استانبول. به هر حال تصاویری بتونم میگیرم که شما هم با شهر شلوغ و بسیار بزرگ استانبول آشنا بشید. Fabrika var. O sanayi işler yapıyor. Sanayi. Belki o dediğin asitli, kurin falan belki. Ben ona yazıyorum. خب اینجا وضعیت به گونه‌ایه که این در واقع متروی بزرگ، این متروی طویل که سراسر استانبول رو در نوردیده به داد این مردم رسیده. این جمعیت کثیر واقعا نیاز به همچین سیستم حمل و نقل شهری داره. بدون وقفه پشت سر هم این قطار شهری، سرویس‌های مختلفش، ایستگاه‌های مختلف در تردد و مسافران رو جابجا می‌کنه. صحنه‌های بسیار دیدنی و جالبی آدم می‌بینه و متوجه این نکته میشیم که şehir منظمی İstanbul ne şekil şehir, ne cür şehir? İstanbul çok tarihi bir şehir. Yani öncelikle çok büyük bir şehir. Yani Avrupa ülkelerinin arasında hemen hemen en büyük şehir. Yani bir Avrupa ülkeyle karşılaştığınız zaman 20 milyon kadar nüfusu var. Çok tarihi bir şehir. Yani içinde çok tarih barındırıyor. Eski bir şehir. İş imkanı çok, yani bu kadar nüfusa göre çok güzel iş imkanları var. Şimdi burada herkes bir iş bulabiliyor, herkes bir şekilde çalışabiliyor. Gezilecek yerleri çok güzel. Yani özgürlük anlamında çok iyi. Yani özgür, biraz daha özgürsünüz yani bazı ülkelere göre. Yani dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi diyebiliriz İstanbul için. ما از یک بخش شهر به یک منطقه دیگه اومدیم و نزدیک 1 ساعت ما الان توی مترو هست. خیلی مسافت ها طولانی. اگر مترو نبود شاید 2 ساعت 3 ساعت ما همین مسیر رو باید با ماشین می‌اومدیم. Bir tren daha gelecek. Şimdi normalde o tren var ama biz 10 daha da bekleyecektik orada. Orada bekleyecektik. Biz orada beklemedik. Değişiklik olsun. Hava almak.
میلیون نفر جمعیت این شهره و اگر این مترو نباشه اصلا این مردم چجوری جا به جا بشن. خب من تهران زندگی کردم ولی استانبول واقعا بزرگه، واقعا شلوغه، اما در عین شلوغی نظم داره. یعنی سعی کردن شهری باشه که کنترل شده باشه همیشه. این چیزی که من دارم میبینم روی یک نظمی هست. باور کنید یه چیزی میگم راستشو دارم میگم، از این استانبول همش توی مترو بودم. یعنی از این مترو به اون مترو، از این مترو به اون مترو. خیلی متفاوته زندگی کردن توی شهری مثل استانبول و یه شهری مثل آنتالیا. یکی مثل یلماز عادت کرده به استانبول، یعنی همش تو مترو، هی تکرار İstanbul çünkü bir şehir değil, bir ülke. 20 milyon insan, çok büyük bir yer. Evet, evet. Yani bir ucundan bir ucu arabayla 2 saat. Şimdi hem metro, Bizim tramvaydan indik, Topkapı'ya geldik. Buradan metrobüsle Ok Meydanı'na gideceğiz. Yani o tramvay, bütün metrobüs. tabii şimdi. burada tramvay var, Marmara Rayı var, metro var, metrobüs var. Otobüs, dolmuş, ulaşım çok. Evet, evet. خدا به دادمون برسه.
درسته که استانبول یه شهر بزرگ و شلوغه، اما آزادی در اون مشهوده. مردم راحتن، اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف در این شهر ساکن شدن، برای کارهای تجاری میان و در مجموع حس خوبی داره زندگی در استانبول. خب امروز هم روز زیباییه، امروز هم خورشید درخشانتر از همیشه میتابه، زندگی جاریه و من در سفر. با من همراه باشید تا ببینیم امروز برامون چی پیش میاد. یه زمانی مصطلح بود میگفتن پول میاره، حالا من میگم گردشگر میاره. یعنی من از منظر صنعت توریسم دارم میگم. الان همین شهر استانبول شما ببینید، گردشگرای زیادی به این شهر اومدن و همین گردشگرها گردشگران دیگر رو میارن. یعنی همین باعث شده که صنعت گردشگری در این شهر بسیار رونق پیدا کنه. به خاطر همینه که میگم گردشگر میاره. و قطعا شما میدونید وقتی که 5 تا گردشگر به یک شهری وارد بشن، هر گردشگری 3 تا شغل ایجاد میکنه. یعنی وجود و حضور یک گردشگر در یک منطقه توریستی، در یک منطقه تاریخی، در یک منطقه طبیعی 3 تا شغل برای جوانای اون منطقه ایجاد میکنه، چون میان پول خرج میکنن و به هر حال شغل ایجاد میشه به این واسطه. البته صنعت گردشگری که الان مهمترین صنعت دنیا هست، مهمترین منبع درآمد دنیا شده، زیرساخت‌هایی میخواد. استانبول این زیرساخت‌ها رو فراهم کرده. در طول تاریخ این چند ساله استانبول تونسته خودش رو به عنوان یک شهر توریستی قابل مطرح بکنه. شما نگاه بکنید واقعا فضایی که در این شهر ایجاد شده، یعنی حتی مغازه‌دارا کسبه به گونه‌ای فضا رو طراحی کردن که آدم دوست داره قدم بزنه، دوست داره ببینه، دوست داره راه بره. امنیت رو شما در فضای این گردشگرا میبینید، با خیال راحت قدم میزنن، به هیچ دغدغه‌ای، به هیچ نگرانی، چون تمام امکانات رفاهی براشون فراهم. هر جا بخوان اتراق میکنن، هتل، رستوران، کافه، قهوه خونه، فروشگاه، صنایع دستی، همه چیز فراهمه برای حضور هزاران هزار گردشگر که به هر حال برای تجربه یک فضای جدید مسافرت میکنن. گردشگرها میخوان چیزهای متفاوتی ببینن، میخوان وارد یک فضایی بشن که از این روزمرگی‌ها، از این دغدغه هاشون فاصله بگیرن، از اون ترافیک، از اون ازدحام، از اون فضایی که توش بودن خارج بشن. برای همین به دنبال یک همچین مکانهایی هستن و وقتی که میان عکس میگیرن، فیلم میگیرن، خرید میکنن، خب اینها میرن
تعریف میکنن برای خانوادهشون، عکس‌ها رو به اونها نشون میدن، به دوستای جدیدشون. اونها هم راغب میشن که سفر کنن بیان و مثل اینها استانبول یا ترکیه رو تجربه کنن. برای همین باز هم تاکید میکنم گردشگر میاره. خرابه‌های تاریخی یا سرستون‌های بسیار بزرگ در کنار خیابون مربوط به زمانهای بسیار گذشته. اینجا بازار در واقع قدیمی شهر استانبول، معروف به بازار چارشی توی منطقه آکسارای، کاپالی چارشی معروفه. بیاید با من همراه بشید این بازار رو با هم ببینیم، بد نیست. Position. Make it very simple. Say, hey, I got current associate, I'm reaching out for help. لباس میخوای، کفش میخوای، کیف میخوای، ادویه‌جات میخوای، چی میخوای اینجا هست. توی کاپالی چارشی یا بازار قدیمی استانبول هر چی که بخوای هست.
گردشگرها براشون خیلی لذت بخشه که گندم بخرن و بریزن کبوترها دورشون جمع بشن. این نزدیکی بین پرنده ها و انسان ها جذابه، زیباست، لطیفه، یه آشتی با طبیعته، یه حس اعتماد در این کار هست و این قشنگه. باز هم کبوترهای شاد استانبول، کبوتر سمبل آزادی و اینجا استانبول در کمال آزادی. دوستان عزیزم، من الان در شهر زیبا و توریستی استانبول هستم، در منطقه شیرین ابلر استانبول. یک آرایشگاهی هست به نام مکان کوافور و دوست عزیزی ما داریم اینجا به نام مروان بی، ذاتاً اهل ماردین هست اما چند سالی در استانبول به این حرفه مشغوله، کارش رو خیلی خوب بلده. مشتریایی که میان یک بار میان بهش مراجعه میکنن دیگه مشتری دائمش میشن. کارش خوبه، اخلاقش خوبه، برخوردش خوبه، مهمان دوسته، به قول خودشون مسافر پروره و همین باعث شده که علاوه بر مهارتش در این کار دوستان زیادی پیدا بکنه. خود من هم این چنین باش دوست شدم، یعنی دیدم که چقدر این در زمینه ارتباطات خوبه و خیلی پذیرای مخصوصا غریبه ها هست. گفتم یه گوشه هایی از هنرنماییش رو توی کارش با هم دیگه ببینیم، براش هم تبلیغی بشه. به هر حال من بعد این فیلم رو به طور خصوصی با خودش میگم. همراه باشید تکنیک های آرایشگری مروان بی رو ببینید. انت
perspective,